Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. سلام، چطوری؟ آقا من بالاخره اومدم بعد از کلی تایم. بذارم توضیح بدم. بعد از آخرین ویدیو که دیگه بعدش رفتم یه استراحت خیلی طولانی، یعنی اینکه فقط سر درس در واقع، نه حالا استراحت از زندگی، سر درس، و انقدر تایمم پر بود که اصلا وقت نداشتم که ویدیو بگیرم و انقدر خسته شدم، انقدر اسفند ما فشار آورد به ما که داخل تعطیلات نوروز هم ما هم امتحان داشتیم، هم پروژه داشتیم و همه چی هم باید تحویل میدادیم. در نتیجه اونجا من اینطور بودم که نمیتونم بازم همه چی با هم بگردم کاملی، هم ویدیو بگیرم، هم زندگی روزمره و هم کارامو بکنم. و اگه بخوام با تو راست باشم، من تعطیلات عید فقط استراحت کردم، درس خوندم، کارهای پروژه‌ام هم خیلی خوب انجام ندادم چون که اینطور بودم انقدر روحم خسته بود که با خودم میگفتم که فقط میخوام جدا شم ازش برای مدت طولانی، فقط میخوام برای خودم باشم. حالا مدت طولانی شد 2 هفته، حالا 3 هفته، چون هفته قبل از عیدم خیلی خوب نرفت و خوش گذشت. نوروز 404. حالا ویدیوشو فکر کنم تیکه تیکه براتون بذارم اگه دیده باشین اول ویدیو. خیلی خوب بود. من بعد از 6 ماه تونستم خانواده‌ام ببینم، خانواده‌ام منظورم فامیلامونه، و مثل همیشه خیلی باشون خوش گذشت. ما خیلی تایم خوبی با هم داشتیم، یعنی واقعا احتیاج داشتم بعد از 6 ماه خورده ندیدنشون. طور بودم که واقعا اگه این آدم رو من نبینم I'm done، یعنی دیگه نمیتونم ادامه بدم. خلاصه که ما رفتیم و خیلی هم خوش گذشت و تعطیلات واقعا خوبی بود. رفته بودیم روستای خانوادگیمون، ما رفتیم اهواز، روستای نزدیک اهوازه که روستای خانوادگی خودمونه. رفته بودیم اونجا، همه بودن دیگه، فقط واقعا بخور بخواب و دیدن آدم ها بود واسه من، هیچ کار دیگه نکردم. آقا ما اومدیم و از 16 امتحان مستمرمون شروع شد بکوب. حالا من بودم و پروژه هایی که هنوز تموم نشده بود، یعنی فقط من نبودم و کل کلاسمون، پروژه هایی که هنوز تموم نشده بود چون که خیلی پروژه های سنگینی بودن و خب امتحانات مستمر رو میدونی، بعد اون پرسش ها و کار روتینی که خواهم هست هنوز همون سرجا شد. خیلی هفته سختی بود این هفته که گذشت، خیلی سنگین بود، یعنی هممون واقعا بیشتر از روز 1 ساعت نمیتونستیم بخوابیم، حتی خیلی وقتا 2 روز پشت سر هم دیگه اصلا نمیخوابیدیم. واسه همین خیلی به منم فشار اومد، خیلی اذیت شدم دیگه. این آخر هفته گفتیم که یه آخر هفته به خودمون هدیه کنیم. با بچه‌ها، دوستان هم کلاسیام جمع شدیم، رفتیم کافه، اونجا ما خیلی خوش گذشت، یعنی واقعا احتیاج داشتم. اون هفته که رفتم مدرسه انقدر فشار و استرس داشت که حس می‌کردم 3 ماه دارم میرم دوباره، یعنی حس می‌کردم مدت طولانی که دوباره دارم میرم مدرسه، با اینکه 3 هفته من نبودم. خلاصه که دیگه کافه هم برگشتیم و من کل چهارشنبه فقط افتادم سر تخت و امروز هم قرار گذاشتم که دوستم بریم بیرون. هستی الان هنوز یه 35 دقیقه 40 دقیقه وقت هست، گفتم بیام ویدیو بگم براتون حرف بزنیم با هم دیگه. خلاصه که آره اینم از چند وقت اخیر. شما چه خبر؟ کاشکی مثلا میتونستم وایس بزنم، مثلا یه دکمه بزنم صداتون برام باز شه، ما با هم صحبت کنیم. خلاصه که برگشتم دیگه. How long
راجع به مردیه دو تصمیمی ازدواج بعدش بعدش اینا فیشش رو هم یه نداشتن و کم کم اصلا خوششون میاد و آخر کلن داستانه داستایوفسکی همشون آخرشون بد تموم شد به خیلی آخر لذت بخشه تو شب نگاشن خیلی بد تموم شد نگران جنایت و مکافات خیلی بد تموم شد